باید شما با مهمان نوبتی یک سوال باقی گذارید. مهمان نوبتی میتواند یک حافظ باشد یا حافظه باشد یا اینکه یک اکتور باشد کسی که نباشد و خوب میشد اگر باز با گوییم که ذوق خودتان نگاه کنید. اگر یگان سوالی غیر عادی باشد، خنده آور باشد، نمیدونم چه خیلی کی باشد، یک سوال باید که با مهمان نوبتی واگذار کنید. با مهمان نوبتی. بله، من از نام شما با مهمان نوبتی واگذار میکنم همون سوالی که شما گفتید. خب با مهمان نوبتی که من نمیدونم سراینده است، نوازنده است یا دکتر است، نمیدونم کی هست. سراینده میبینن. این خیلی باشد. از نام من سوال دهید که وقتی که به توی میروند با لباس ورزشی رفته خدمت میکنه یا نه؟ نه اخی نه نرفتی. خب تشکر و حتی که لباسی خیلی بزی باشد هم امی با کروکای با تدبیرهای مایدتری میرفتی قطعی هم نمیرم. من با نزدیکش بسیار شرطی گذاشتگی هستم که البته توی است این باید که فرق کند. بله. اما لباس ورزشی رو باور میکنید یا اینکه نه؟ میکنم البته. تشکر. خب یک سوال میگذارید با مهمان نوبتی. مهمان نوبتی ما میتواند ورزشکار باشد، میتواند اکتور باشد، هنرمند، میتواند حالا نامعلوم. بله، حالا معلوم نیست که کی میشود. در نقشه من البته که هست چندین نفر. باری هم گفته باشند برای مادرشان که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم گفته. اگر نگفته باشند با طریق تلویزیونی با کامera نگاه کرده اظهار کنم محبتشان رو. من گفتگی نیکیم باز یک بار دیگر فرصت استفاده بردم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. شما نباشید هم تویی که بینی من هم نمیشدم. فهمم. خب با مهمانی نوبتی شما باید که یک سوال واگذار کنید. مهمانی نوبتی ها؟ بله. مهمانی نوبتی و ما یک سوال. کارهای خوبی بسیار کردیم. برای بی‌پرستان کنسرت گذاشتیم، توی گذراندیم. بی مبلغ. البته. خب با مهمان نوبتی اسکندر باید یک سوال گذارید. برای مهمان نوبتی یک اینچنین سوال در خوابتون گپ میزنید یا نه؟ فرانگیز در خوابش نه یکم بار نشده است. این گونه حالت نشده است. آرام خواب میکنم. واقعا آرام خواب نشنیدم. یگان کس نگفته است. نگفته است. نه. خب اما شاید باشد، اما پوری فرانگیز نمیدونم آخر خواب هست این. خب با مهمانی نوبتی باید یک سوال گذارید. با این که سوال دیم؟ نه با مهمانی نوبتی. با مهمانی نوبتی. پس از شما باز نفری دیگر میآید، شاید حافظ شاید یگان حجم دیگر نمیدونم از کدام ساحه. خلاص یک مهمان نوبتی باید یک سوال گذارید. خوب باشد. خب اگر مهمانی نوبتی برنامه شما مرد باشد بگویند که 5 چیزی که با زنان خاص است. یکمینش زن باید که در سر روی مال داشته باشد. روی مال خاصی زنانه. من بسیار میخوام که از من خفه نشم. من فکر خودم رو میگم، فکر شخصی خودم رو. یکمینش باید که روی مال باشد، تاجیکانه نیز باشد که روی مال باشد. دومینش زن باید همیشه خود در کوچه باشه، خود بجو سرش خم باشد. سرش خم. سوم همیشه حرمتش رو با جا آورد. فهمو. خب پاک پرست باشد. چند تا شد؟ 3 تا شد؟ 4 تا. 3 تا شد. 4 تا شد. 4 تا شد بله. چهارمینش آدمی نغز باشد. آدمی نغز باشد. فهمو. تشکر زیاد ده. لیکن یک چیز سلیم جان، زن میگویم و در زن چند قسم وجود میشوند. مادر هست، دختر هست. بله. دیگر بسیار میگویم که همون دختری که زن میشود و مادر میشود حرکت کند که ارزنده این نام بزرگ باشد. بله. از همه اساسش همین وای چقدر در پیش گفتیم روی مال و دیگر چیزا اساس نیست. از همه اساسش حرکت کند که ارزنده باشد به کلمه مادر. فهمم. تشکر، سلامت باشه. تشکر زیاد. خب تشکر رستم جان. با مهمانی نوبتی باید یک سوال گذارید. مهمانی که در آینده میاد به برنامه. بله. اولش همون مهمون سلامت باشن. تشکر. همه سلامت باشن. چی سوال دیم؟ خب سوالی من به مهمون آینده که میآید
چی نامی که دارند به زبان روسی ترجمه کنند. مبارز برец. تشکر. خب سوال شخصیت ها با هم دیگر. پیش از شما گویم که مهمون فاصله‌ای ما مبارز عثمانوف بودند. خب فرخشان سوال از آن نفر برای شما پیشنهاد می شود. سوال چنین است. سوال نوبتی با مهمان نوبتی برنامه شما. انسان در زندگی بسیار کارها را با انجام میرساند، اما تنها از یک کار یا یک عمل زندگی ما تقدیرساز میگردد. با فکر شما از همه کاری خوبی شما که زندگی شما را توانست که بپرگی دیگر کند، این کدام کار یا کدام عمل بود؟ البته زندگی مرا اگر هم توش بگیریم اگر از کار و فعالیتم یعنی که لایحه تریتوری یومره یک به زندگی من تغییرات درآورد. فهمو. سال دیگرگونی شد. فهمو. تشکر.